بچه‌ها خوش اومدین به اولین ویدیوی سیزنی جدید. سیزنی 71 باید باشه. نمیدونم حالا اگه درست میگم یا اشتباه میگم تو کامنت برام بنویسین. برای بچه‌ها خیلی دلم میخواست که این چیه؟ اوه یس. خب اینا برای بچه‌ها میدده بدون خودی رویال کلکت بانست ارن ریوارد. نمیدونم زبانم کیریه. برای بچه‌ها خیلی دلم میخواست که این حرومی فعال کنم، ولی یه ریال تعجیبم نبود. بیرو درواسی و اسمانی هم هستم دیگه. حالا خودتون میدونین من اسمانی هم. اومدیم که بریم اینجا براتون یه 4-5 تا تک بزنیم ببینیم ویچه و کسس یا نه. حالا بالاخره معلوم میشه. یه 4 تا تک دوری هم بزنیم. خب تیری ماسک دیریل تیری ماسک. خب برای بچه ما اگه اینو بدیم چونمونه با این پاره میکنه. خب اینو برمیداریم په لامبر این برای یه چینارش هم برای بچه برای دیریلش. به 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 عشق زانه داد بمون. برای بچه این همینجور که میدونید دیشب هم نرف شد. این جونی که از اسکلت هم میگیره 4% نمیدونم چند درصد کم شد. اینجا کنون برای بچه ویچه از عمد انداختم تونستم تیری ماسک برم و ویچه انداختم تا وش بیاد. خب این والبیکر را پرت شدیه که کیری. خب والکری زدی خارا مادری بیچه. ما اومدیم یه ویدیو تست کنیم والکری داد بشه. برای چا تیری ماسک اینجا. خب اون بر باید یک سیر بدید. اینجا لام برمیرم علی دادا ایت سیزس با علی دادا تستی بیچه و نایمدی بازیه ببری داداش. خب این زویچه و اوف چقدر خوشگله برای بچه. بله میبینیم برای بچه ها مثل پکاس تقریبا. این اسکلت که میمیرن این هیت پوینتش بیشتر میشه. عجب ناز اسکینش پشما. اینجا اسکلت دراج بابا گایدی ما را. دو تا رمال میندازه خارکوس نزن کیر خر کسکش. ما کنونه انداخته میزنیم نمیتونیم پخشش کنیم. یه مچاپی هم بهمون خورد برای به تا یارو دلیوریا والکریا. خوسته شیر تو دکش دارید. اینجا سریعت دلیوری میندازه حواسان نم. حتی خوی دمیجی دادیم برای بچه. ویچ که کامل این لاین دف میکنه. کیره دون تو این لاین. اینجا سری کنون خیلی دف کردن این دوتا این ورا. خب سری تیری اینجا وید. خب به زوزه که تیری ماسک داریم اینا میزنیم. مرسی لامبرسا افتاد کنونه و میگم کنون. اینجا وال بریکر. مرسی وال بریکر. مرسی ماسک تمام. واقعا مطاب جوری بود که نمیشد برای بتون اینجا تستش کرد. حالا 45 تا سکه میده. بیا ای کیر تو شانس و اقبال دلی.
بریم مطلب بعدی برای بچه. صد هانتر نایت سخت شد. خب ما هانتر داریم. مزیکی ایدراک برای بچه. ایدراگا برم دارم. جاینت برل 100 جاینت. کاش بده بمونیم ویچا. وای بومبر داده ویچا برداشت است. خب آرمی اینجا سری باید پشت میریزیم برای چون اشتباهی من نکنین. من کس خوله اینجا بومبر میندازیم در اوش بیاد. هیلر چه برایمان آورده ای مارکو؟ برای بسات چیزم دیدم رویال پسا $14 با دلاری 80 چند الان دلار 80,000 تومن شما بخواین حساب کنین. برای بسات ایده برای همین بهشتم. مرسی. با دلاری 80 بخواین حساب کنین 800 تا یکا 200 میشه تقریبا. آره یکا 480 تا 48 تا 32 تا یکا 300 یکا 100 شیر تو این مغز 800 به اضافه 320 900 یکا 120 ریدم. یکا 120 میشه برای بچه. قرآن کی رحم نکن. ماجیکا دادیم بهش گایدم با ماجیک. یه دونه دیگه مرسی. برای بچه اینجا ایده راک جاینتی کسما دیر فرار نکن کسما در تموم. برای بچه باخت 100 باخت. همزم دازم چه زپه دارم که زدی داداش اسنوبال تمام به تموم نشد. خب اینجا نایت اون دوتا کست کشه ول کنه. اینجا هیلر ویچ میاد نه ول نکن. مرسی باشه داداش مرسی بومبه ای کیت. اینجا سری برای به تو اسنوبال وای ریدم نه خوب شد گایدیمش. بیا سه شما ما میخوایم ویچه و بازی کنیم. حالا اگه به یه دونش هم نمیذاره ما انتخاب کنیم ویچ دوتا شتا حالا اونا انتخاب. خدای اسکینش خیلی نازه برای بچه خیلی نازه ولی به دردی من واقعا نمیخوره تو دکی من. ولی انشاءالله سیزنای بعدی همه رویال پس داره میخریم با همه عشق حال. لودینگ اسکرینی بازی هم برای به چه سکسی شده سا. خب کلی ایران اومدن تو این کوچه برای بچه. خب که 100 مگا نایت بالون کدوم بیشتر بالون اذیت میکنن؟ ما مزیک بنده مرسی. خب سعی میکنم برای بچه بیشتر ویچه به کار بگیرم. ساعتی دیک بازی کن سری یا ای وای انداختم این ببینین قدرتی ویچه برای بچه لای نمیبندید یا هیدری کرار. اینجا یه مزیک آموزشی آلومه دل رو دادون یا نه کوی زنش نمیدونستم راستی. آتش ایویز
بگو رفتم بگو ویچا پشمام. اگه میگرفت به تا برم بعد میشد برات. مرسی کیر توش. خب ویچه با دستمونه اینا ولش میکنیم. برای بچه شما یعنی ویدیو بگیرین کلی ایران میان کوچه ما نگاه کن حمله کن نایت برای بچه. خب خودت خری من دیگه خریت تو که نمیتونم استفاده نکنم. چقدر نو اسکیله این چقدر نو اسکیله. خب اینجا ویچ خب نم چی کار میکنه ویچ اینجا برگانم برگام چه جونی میگیره لاشی. ایویز بک نمیخوام بزنمش براتون میخوام فقط ویچه تست کنم. تاور که نمیتونم فعال نکنم دلیل نمیشه عزیزم. خب اینجا ویچ من الان مگانایت برم جلو این بالون پشت اینم سه میکنم. میخوام فعلا فقط میخوام تستی اینه اینجا ایوی سری. خب اینجا فریز. خب ویچه و اومد مرسی پویزن شمسی. ویچه و بک اسکلت رو ببینید برای تو میمیره. پشمام نمیشه به این خوشگل خانم دمیج بدی. پشمام فقط میگم پشمام چونی تو رو من همیزا پاره کنم داشت رو ویچ. الان این نزدی به نظری خودت هم میخوام و نظری خودت هم میخوام بدونم. برای بچه ویچا دارم چیز میشم بخرمش. بزن پایزن ندارم میخوام برای ویچا. آفرین برای ویچه و داداد آماده میشه. نایت لازم این زینا خواهینم لازم اینجا ویچه و داداش این نیمی میره چرا رو این پویزن گاوی داداش. پشمام از این ویچ داشت تا دیگه سیکه دا بزن به نظرم. خدا حافظه ای کس خله همیشه ویچا عجب خریه. من چقدر خر. خب خیلی قویه برای بچه خیلی قویه هیچ حرفی نیست در وصفش بزنی. پشمام چقدر قویه این کس خولم یه گودگی ما یه حمله زدیم دادا نصفی تا برد را 50 تاشمون یه گودگی. پشمام حالا کاش یه گالمی یه چیزی مگانایتی چیزی وردارن جلومون. خب تیر بابا علی حتی طورین پرنسس جاینت دلیوری. کاش بدت به ما ویچا 100% نمیده به ما خواهد تازه اومده خودش ورمی داره. بابا بذار ما انتخاب کنیم وسطی ویدیو.
اسکی رو پول هانتریه بودد ای هانتر همه وانی کجا اومدن برای به ساعت تک زدن درست اومدن زمینه ها ای جان مرسی که اینقدر داداش خری و در راستا یه ویتاینت برای به ساله برای اون رویایی پلیده دالی جون برای تا دکی که من اولی کار باش بازی میکردم جاینت ویت دارک هوگ من با این دک بازی میکردم و با خودم حال میکردم یا قدرتی هانتر حالا روی این زدی رو ویچ ایو هم خواهی داری بزنی برای به تا والکری بیارین حتما چون این کونه دون میذاره دیگه بدونه والکری باشین چون پویزن که رسما دارین بهش قدرت میدین این که هیچی جاینت بک چون با پویزن رسما دارین به این داداشمون ویچ خانوم عزیز قدرت میدین ماجیک گورد سلطان اوف به گار فالکریش هم به گار رفت داداشمون اینجا الان تیر میاد سه شد عذب کس خل خوبه ماجیک بیمیر ایوه پشمانه وای حالا من دقیق نمیدونم هر اسکلتی که میمیره به این جون میده یا نمیدونم دقیقشا مرسی بذارین بیفته بعد بندازین برای بهتون ویچ بک رو این چک دونی تیره بزنی پرنسس رو پول دوتا هم بزنه تمومه یک نزد دوتا ماجیک اینجا هانتر اینجا دلیوری مرسی که اینقدر خوبا زود افتادی ویچ بک برای تو بزن مرسی اینجا سری نمیر مرسی بوی هر اسکلتی که میمیره برای تو به این زوم میده من تازه فهمیدم خیلی سوپره اگه دارین دکتون جوریه که میتونین زا بدین بخیرین برای بچه پشمام ریخته از این ویت اگه به دکتون میخوره و میتونین بخیرین مثلا توانی مالشه دارین ارزش خریدن داره واقعا اگه هم شارت دارین که بدین براش پشمام از قدرتش جوایزش چی شده است برای بچه اسکینا این موتوش هم نمیذاره ببین یه 4 ستاره 2 تا 3 ستاره 225 داده ارزش خرید داره برای بچه بالاخره این جوایز هم سکه میدم اکانت دون میاد بالا ارزش داره خدایی اگه میتونین این سیزن بخیرین قدرتیش خیلی بالاست اگه نرف نخوره دیشب یه نرفی خورد نام دیشب بود یا پر شب یه نرفی خورد نفر یه نرفی خورد میذاری ببینیم این موتشا کسکش دیگه این موتش که دیدنش پول ها بیام نه پشمام قشنگه برای بهت قشنگ من چند تا شارت دارم شارت دوتا هم اینجا میده 4 تا
4 تا اگه تو جوایز چیزی بگیرم من واش میکنم برای بچه. حتی آخه به دکی سایکل نمیاد، من تو چه دکی بزنم؟ ما بدبختی این دکی ولمون کرده، میگم گرفت اسم ما رو ولمون هم نمیکنه، گاید ما رو دکی بالون سایکل هر سیزن داریم زد زمزم. من احتمال زیاد مگانای تمایه واکنم یه دکی بگانای بالونی فول اسکیل بیچینم این سیزن برای بچه. آره اوکیه. من از بس رویال برای بچه بازی نیمی کردم اون موقع که مگانایت اومد 3 تا دونه چیزا شد ایونتاشو تونستم انجام بدم و مگانایت بگیرم. دقیقا وقتی مگانایت اومد ما مسافرت بودیم کیر تو اقبالیم. خب برای بچه امیدوارم خوشتون اومده باشد. امیدی چون تا قال خرید ای چون کشین از اسفانی بودن در اومده سلاش خریده ویدیو امیده حتما ببینین. فکر میکنم چیز باشه بررسی ویچه باشه. امیدوارم حالی دلتون عالی باشه. برای بچه شبتون بخیر. یا علی مدد. خداحافظ.